الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 68 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه آیات‌های را به شما بیان می‌کنیم که در اون آیات‌ها لفظ اله وارد شده است. چخیلی که به شما در حلقه های گذشته بیان نمودیم، فهمیدنی معنای کلمه اله به نهایت مهم است و همین یک کلمه سبب گمراهی یا سبب درست فهمی و صحیح شدن عقیده می گردد. بله، وقتی که این کلمه اله درست فهمیده می شود، به همون مرادی که الله نازل کرده است، به همون مراد و مقصد فهمیده می شود، باقی مانده مسائل و باقی مانده از فروعاتی که در بالای این مبنی می شود همه صحیح می شود. چلی که بیان کردیم، اله از فعال گرفته شده به وزن مفعول است، یعنی به معنای مفعول می آید. معنای کلمه اله یعنی مألوه، معبود است، که در قرآن و سنت الله این را بیان نموده است که معبود بر حق، یگانه ذاتی که پرستیده می شود و عبادت کرده می شود، این الله است. نظر کنید به سوره زخرف آیه 45. الله می گوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون. آیا بجز الله، بجز رحمان، یگان آلهه‌ای یعنی معبود دیگری را ما گذاشتیم که آنها را عبادت کرده می شوند؟ این البته سوال است، لیکن این را میگن استفهامی انکاری، سوالی که به معنای انکار میاد. یعنی بجز الله، بجز الرحمن دیگر یگان اله نیست که او را پرستش کرده شود و عبادت کردن جز الله این شرک است و کفر است. پس در اینجا هم کلمه اله به معنای معبود استفاده برده شده است. در سوره بقره آیه 163 الله میگوید: و الهکم اله واحد لا اله الا هو. اله شما اله یگانه است، نیست اله بجز او. از نظر معنی داده که ما لغتاً در حلقه گذشته بیان نمودیم، معنیش این است که و معبودی که شما عبادت میکنید معبودی یگانه است که نیست معبودی بر حق بجز او. یعنی معبود معنیش یک ذاتی که عبادت کرده می شود، یک ذاتی که همه او را عبادت می کنند، همه عبادت های خود را به او صرف می کنند، به او انجام می دهند. یک ذاتی که پرستش می شود، این را معبود می گوید. و الهکم یعنی معبود شما، همون ذاتی که شما می پرستید، همون ذاتی که شما عبادت هایتان را ای انسان ها به همون انجام می دهید. اهل توحید بدانید که اله شما یکتاست و تنهاست و احد است و واحد است و صمد است. اله واحد، معبود یگانه. پس شما یکتا پرست باشید، نیست معبود بر حق بجز الله. زیرا معبودهای باطل چخیلی که در حلقه گذشته بیان نمودیم وجود دارد. در سوره بقره آیه 255 الله میگوید: الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله همون ذات است که نیست اله، یعنی نیست معبود
برحق بجز او. یعنی الله همون ذاتی است که اله است، معبود است که همه میپرستند و همه باید به الله عبادت کنند و نیست یگان معبود برحق بجز الله. دیگر معبودهایی که بجز الله عبادت کرده می شود، پرستیده می شود، همه اش باطل است. قبر پرستیدن، سنگ پرستیدن، ملائکه پرستیدن، انبیاء و رسول را پرستیدن، مزار پرست و درخت پرست و آفتاب و ماهتاب پرست، همه اش باطل است. یگانه الله حق است، الهی برحق. پس الله این اله است، معبود است، پرستیده می شود و همین الله زنده و پاینده است. الحی و القیوم، حی است، کمال حیات دارد و کمال قیومیت دارد. کمال حیات الله همین است که الله خواب نمی کند، خسته نمی شود، به خواب نیاز ندارد، مقدمه خواب هم نمی باید. مثلا انسان ها وقتی که خسته شدند، کاری را، عملی را بسیار کردند، فکر را بسیار کردند، خسته می شوند، باید که دم بگیرند، خواب بکنند یا که خمیازه می کشند، غنبشون می آید، خسته می شوند. اما الله سبحانه و تعالی حیاتش این کامل است، کمال حیات را دارد، هیچگاه خسته نمی شود و هیچگاه مقدمه خواب، خمیازه کشیدن و خواب کردن و این چنین چیزهای وجود ندارد. و به الله خواب و خستگی را نسبت دادن این کفر است و این صفت نقص است. الله یگان صفت نقص را ندارد. هر چیزی که در بنده صفت کمال است، در الله صفت نقص است. خواب کردن این صفت کمال انسان است. انسان همان وقت به کمالات میرسد که خواب بکند. اگر خواب نکند دیوانه می شود و از کمالات بیرون می شود. اما در الله این نقص است. مثلا انسان باید غذا بخورد، اگر غذا نخورد به درجه کمالات نمی رسد، یا وفات می کند، یا مریض می شود، یا دیوانه می شود. اما الله سبحانه و تعالی غذا نمی خورد. عموما الله احتیاج نیاز به چیزی ندارد. قیوم است، پاینده، کمال قیومیتش. و آیه دیگر از سوره آل عمران 62 که الله ذکر میکند و ما من اله الا الله، نیست یگان اله. اله چیست؟ معبود. معبود چیست؟ یک ذاتی که عبادت کرده می شود، یک ذاتی که پرستیده می شود، یک ذاتی که عبادت ها باید به همون انجام داده شد. یگان معبودی بر حق نیست بجز الله، زیرا دیگر همه معبودهایی که عبادت کرده می شوند اونها ناحق هستند. انسانها خودشان بافته و ساختند. یگانه معبودی که باید عبادت کرده شود و حق است این الله است. الله خودش خبر داده است که او مستحق عبادت است، خودش را مستحق عبادت شدن داده است. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء 71 میگه انما الله اله واحد سبحانه، هر اینه به درستی که البته همانا. این همه لغت‌های کلمه‌های تاجیکی معنای حتمیت را می‌دهد. البته به درستی که همانا، حتما که الله اله، معبودی یگانه است، تنها است، سبحانه، پاک است. از چی پاک است؟ از شرکی که بنده ها میکنند پاک است، از عیب و نقصانی که بنده ها به الله میتند پاک است، از اون تشبیهی که بنده ها الله را به خلق یا خلق را به الله میکنند الله سبحانه و تعالی پاک است. ما نباید به الله نقص را نسبت بدهیم، کمبودی را نسبت بدهیم. ما نباید به الله فرزند را نسبت بدهیم. این شرک است، این کفر است. الله سبحانه و تعالی یهود و نصارا را، اهل کتاب را مشرکین اعلان کرد، اونها را لعنت کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونها به الله فرزند را نسبت دادند. و قالت الیهود عزیر ابن الله، یهودا گفتند که عزیر یکی از رسولان الله، این گفتند پسر الله است. والعیاذ بالله، پناه به الله.
نصارا باشد گفتند که عیسی ابن الله، عیسی پسر الله است. اما الله پاک است. لم یلد و لم یولد، الله پدر و مادر ندارد، از کسی تولد نشده است، زاییده نشده است و فرزند هم ندارد. فرزند ندارد. به الله فرزند را نسبت دادن این دشنام دادن الله است، این تحقیر کردن الله است، این شرک بزرگترین است. و این چنین به الله سبحانه و تعالی شریک قرار دادن در الوهیتش. چه که گفتیم یگانه الله باید عبادت کرده شود. یک کسی دیگر را به الله برابر کردن و او را عبادت کردن این شرک اکبر است و جهل عذر نیست. این چنین انسان مشرک است. چه که در حلقه های گذشته حجت ها را ذکر کردیم، هم از قرآن، هم از سنت، هم از اقوال علمای سلف این امت که جهل در شرک اکبر عذر نیست. هر کسی که به شرک اکبر واقع می شود مشرک است و مرتد است و کافر است. پس بارک الله فیکم برادران بزرگوارم، کسی می آید قبر را عبادت میکرد، پس باید الله را عبادت میکرد، قبر را عبادت کرد، قبر را یا صاحب قبر مرده را به الله برابر کرد. کسی می آید از قبر طلب دعا میکند، قبر را بین خود و بین الله شفاعت کننده قرار میدهد، به قبر ندا میکند که از الله دعا کن و مرا شفاعت کن و غیره. این همه شرک است و شرک اکبر است. چرا که باید دعا عبادت است، باید از الله راست دعا میکرد، اما از قبر کرد، از کسی کرد که قادر نیست، غائب است و قادر نیست، غائب است و قادر نیست. پس به الله صفتهای نقص را دادن یا الله را به انسان تشبیه کردن، به مانند صوفی ها یا ماتوریدی ها که میگویند به نزد پادشاه به وسیله در آمدن ناممکن است. یک پادشاهی دولت، یک پادشاهی بزرگواری که در این دنیا یک انسان وجود دارد، به نزد او راست در آمدن نمیتوانی، حتما به واسطه وزیر یگون دیگر انسان وارد شوی. این چنین میگه به نزد الله باید به وسیله اولیاء یا انبیا، به وسیله قبرهای اونها روی، یعنی اول مشرک شوی بعد به نزد الله روی. این مذهبی ماتوریدی، اشعری، الرافضه و مذهبی جهمی ها و مذهبی صوفی های غلات، همه صوفی ها غلات و غیر غلات، انا همین است، توسل را جایز میدونم و توسلشون همین شرک اکبر همین است. اونها حجتشون چیست؟ حجتشون تشبیه کردن الله به انسان است، تشبیه کردن الله به پادشاه این دنیا است. این البته نقص نسبت الله است، اعوذ بالله، نقص رو نسبت دادن به الله است که ما باید بدونیم که انما الله اله واحد سبحانه، هر اینه که الله معبودی بر حق یگانه است، واحد است، احد است، صمد است و الله پاک است. و در آیت دیگر آمده است، سوره مائده آیت 73 که الله میگه و ما من اله الا اله واحد، و یگان اله یعنی یگان معبود نیست مگرم معبود یگانه که الله است. یعنی تنها و یکتا فقط الله باید عبادت کرده شود، غیر از الله دیگر یگان چیزی عبادت شونده وجود ندارد. نه ستاره، نه آفتاب، نه ماهتاب، نه انبیا، نه اولیا، نه قبر، هیچ چیز عبادت کرده نشود. عبادت کردن هیچ چیز جایز نیست و عبادت کردن غیر الله چیزی نباشد شرک اکبر است. یگانه ذاتی که باید عبادت شود چیست؟ الله است. در سوره مائده آیه 73 الله آشکار و ما من اله الا الله و ما من اله الا اله واحد و ما من اله الا اله واحد. یگان اله نیست، یعنی یگان معبود نیست بجز معبودی یگانه که این الله است. در اینجا معنای اله به معنای چی آمده است؟ معبود آمده است. در سوره مائده آیه 116 الله میگه انت قلت للناس اتخذوني و امی الهین من دون الله، یعنی الله به عیسی میگه یا عیسی، ای عیسی میگه در روز قیامت الله میگه ای عیسی. عیسی خبر الله سبحانه و تعالی از حالت عیسی خبر داده است، از قیامت خبر داده است، از غیب خبر داده است. به من شما که میگه الله میگه که من در روز قیامت به عیسی میگم که ای عیسی، آیا تو گفتی به این مردم، یعنی به خریستیان ها، که اتخذونی مرا و مادری من را
دو الهین یعنی دو معبود گیرید، یعنی هر دوی ما را عبادت کنید بجز الله. البته عیسی چی میگه؟ این كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك ما اقول لهم الا ما امرتني به. ای الله میگه عیسی، من به این مردم هیچ چیزی رو نگفتم مگرم همون چیزی که تو مرا امر کرد. یعنی فقط گفته ای تو را، فقط امر کرده ای تو را رسوندم، هیچ چیزی زیادتی از گفته ای تو نرسوندم. اگر من هر چیزی گفته باشم تو خودت میدونی. سبحان الله. ببینید تو از نفس من آگاه هستی، ای الله منم از تو آگاه نیستم. تو از نفس من آگاه، من از نفس تو آگاه نیستم. یعنی علمی که من دارم همه اش را ای الله تو میدونی، درونی بیرونی مرا تو میدونی، اما من از علم تو آگاه نیستم. این دلالت میکند که در این دنیا بنده ها باید یک اله چی؟ کدام معنی دارد؟ یک معبود را عبادت کنند، یک چیز را عبادت کنند که این الله است و به جز الله هیچ چیزی را عبادت کردن، بین خود و بین الله واسطه گرفتن و دعا کردن جایز نیست. این شرک است. حتی الله عیسی را سوال میکند علیه السلام. عیسی این رسول الله هستند، عیسی این اولو العزم هستند، یکی از بزرگترین پیامبران. 5 پیامبران بزرگترین هستند: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد صلی الله علیه و سلم. و از درون اینها عیسی هم هستند. عیسی یکی از بزرگترین رسولان، اولو العزم. الله عیسی را میپرسد که آیا تو گفتی به این خریستیان ها که به این نصارا که مرا و مادرم مریم را عبادت کنید؟ نه، البته این چنین چیزی نیست. الهین در اینجا معبودین، بدون معبود آمده است. و این چنین در سوره اعراف 65 آمده است که الله میگه، بگویم یا بله، الله میگه ما لکم من اله غیره، برای شما هیچ معبود بجز الله وجود ندارد. این دلالت میکند که یگانه باید الله عبادت کرده شد. الله میگوید در سوره انعام 19: اینکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد و اننی بریء مما تشركون. بگو که هر اینه به درستی که همانا او یعنی الله اله یعنی معبودی یگانه است و البته من بری هستم، یعنی براءت خودم را اعلام میکنم مما تشركون، از آن چیزی که شما به الله شرک قرار میدید. و این شرط توحید است. این کفر به طاغوت است که انسان وقتی که میگه که من یگانه الله را عبادت میکنم، با این مسلمان نمیشود، با همین کافی نیست. باید که از شرک براءت خود را اعلام بکند و باید که از مشرکین براءت خود را اعلام بکند. از همین جهت شیخ محمد ابن عبدالوهاب شیخ الاسلام رحمه الله در یک رساله بیان میکنند اصل الدین و قاعدته امران. میگن اصل دین و قاعده دین دو چیز است. میگن یکمش توحید و عبادت یگانه الله را به جا آوردن و دعوت کردن به سوی دین و به خاطر توحید دوستی کردن به دیگر انسان ها و تکفیر کردن کسایی که توحید را ترک میکنن. دومین اصل دین این ترک کردن شرک و در همین باب شرک با مشرکین غلیظ بودن و براءت جستن از مشرکین و ترک، البته دشمنی کردن با مشرکین، براءت جستن از مشرکین، دشمنی کردن با آنها و ترک کننده همین عمل را یا که انجام دهنده شرک را، انجام دهنده موالات مشرکین را، براءت نکننده از مشرکین را تکفیر کردن و تکفیر نمودن. بارک الله فیکم. این اصل دین است. کفر بالطاغوت این رکن توحید است، اصل دین است. چخیلی که ما در همه حلقه گفته ایستادیم که توحید عموما دو رکن دارد. البته توحید الوهیت هم دو رکن دارد. رکن توحید یکمینش این است که نفی است، انکار است، انکار غیر الله، انکار طاغوت ها، انکار مشرکین، انکار شرک. این کفر بالطاغوت است. این همون لا اله، انا من لا اله الحق، انا من انکار طاغوت، انا من کفر بالطاغوت است، انا من الولاء والبراء و تکفیر است. و بعد از این اثبات است. توحید انکار و اثبات یا که نفی و اثبات است، اثبات الله سبحانه و تعالی. اما امروز میبینیم که بسیار انسان ها الله را اثبات کردند، یعنی میگن که ما به الله ایمان آوردیم، به توحید ربوبیت و الوهیت ایمان آوردیم، اسماء و صفات ایمان آوردیم،
یعنی معلومات هم دارند، یگانه الله را عبادت میکنند، شرک را ترک کرده اند اما مشرکین را ترک نکرده اند. اما با مشرکین دوستی میکنند، مشرک را مشرک نمیگویند و مشرک را گویا عقیده‌اش را صحیح میدانند و فکر میکنند که همین کافی است. نه والله، حالا ایمان آورده است، حالا ایمانش صحیح نیست، حالا مشرک است. همان وقت آدم مسلمان و مؤمن و موحد می شود که یگانه الله را عبادت کند، شرک را ترک کند و از مشرکین براءت را اعلام بکند و مشرکین را مشرک بگوید، تکفیر بکند و کفر به طاغوت داشته باشد. خیلی که حدیث ابی بلتعه به این دلالت میکند که امام مسلم رحمه الله روایت میکنند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه وكفر يعبد من دون الله، در یک روایت من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله و دمه و حسابه على الله. هر کسی که بگوید، البته معنی این کلمه رو بفهمد و بعد از این نطق بکند، اقرار بکند، تصدیق بکند که نیست معبودی بر حق بجز الله، بگوید طلبات های این کلمه رو بجا بیارد و بعد از این کفر به طاغوت رو انجام بدهد. کفر به طاغوت چیست؟ یعنی طاغوت ها رو که از حد گذشته‌اند انکار بکند و البته بارک الله فیکم الهایی که باطل است انکار بکند و براءت از شرک و مشرکین جوید، کفر ورزد به شرک و مشرکین، بعد از این مؤمن شده است، بعد از این مالش و خونش حرام است و حساب این بر الله است. بارک الله فیکم. این بود آیتی سوره انعام. و اینچین در سوره توبه کلمه اله آمده است. آیت 3 که الله میگه و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشركون. امر کرده نشدند مگرم اینکه یگانه الهی یگانه را عبادت بکنند، یعنی معبود یگانه را عبادت بکنند که نیست معبودی بر حق بجز الله، یعنی بجز او. الله پاک است از آن چیزی که به الله شرک قرار میده. در این آیت هم ببینید که کلمه اله دو مراتب ذکر شده به معنای معبود میآید. یعنی الله یگانه امر بزرگترینی که کرده است این است که یگانه معبودی بر حق، معبودی یگانه که این الله است و یگان معبودی بجز الله نیست، هیچ معبودی بجز الله نیست. این الله است که معبود یگانه است، یگانه همون الله را عبادت بکنید و همین الله پاک است از چی؟ از عیب و نقصان و کمبودی، از فرزند و از شرک و از دیگه همه الله پاک است. از همه آن شرکایی که امروز مردم میکنن الله پاک است. این شرکا همه اش تهمت و بهتان است و الله پاک است از همه آن شرکایی که مردم میکنن. سوره توبه 31 است. الله در سوره رعد آیه 30 میگه قل هو ربی لا اله الا هو، بگو او رب من است. کی؟ الله. الله رب من است. لا اله، نیست اله بجز او. اله چی یعنی؟ معبوده. نیست یگان ذات پرستیده شونده بجز الله. یگانه ذاتی که پرستیده می شود، عبادت کرده باید شود، این الله است. چرا که الله ما را خلق کرده است. الله زمین و آسمان را خلق کرده است و همین الله ما را امر کرده است که عبادت کنیم. الله خودش گفته است که من مستحق عبادتم. پس کسی الله را عبادت نکند، ترک عبادت الله بکند، بالکل اطاعت الله نکند، این کافر است. و هر کسی که نماز را ترک میکند که یک از عبادت‌های یعنی بگیم جسمی هست و رکنی عملی جسمی هست، رکن عملی هست، ترک میکند، کافر است. یا که کسی که عبادت را بغیر الله انجام میدهد مشرک است و کافر است. سبحان الله. از الله میطلبیم که ما را در این راه، در راه توحید و در راه ایمان ثابت قدم نگه بدارد. و الله سبحانه و تعالی در سوره حجر آیه 96 میگه که الذين يجعلون مع الله الها آخر، آنهایی که با همراهی الله یک اله دیگری را قرار میدهند. آنهایی که قرار میدهند همراه الله اله، یک معبودی دیگری را. در اینجا کلمه اله معبود آمده است، یعنی آنهایی که الله را هم عبادت میکنند و همراه الله یک معبود دیگری، یک چیزی دیگری که هست که او را هم عبادت میکنند. والعیاذ بالله.
انمین شرک است. انمین شرک است. چرا که وقتی که با الله یک چیز رو برابر کرده، در اینجا توحید، کلمه توحید نابود شده است. ما گفتیم توحید، این توحید الوهیت، این افراد الله فی العباده است. یگانه الله را عبادت کردن را توحید میگن. اما وقتی که با همراهی الله یک چیزی را عبادت کرده شد، در اینجا کلمه توحید نابود شد. برای که توحید این یکتا، این خاص، این تنها که دومی ندارد، شریک ندارد. وقتی که با همراهی الله یک چیزی دیگر عبادت کرده شد، دعا کرده شد، سجده کرده شد، اطاعت کرده شد، والعیاذ بالله، این شد شرک شد. پس کلمه اله در اینجا هم معبود آمده است. در سوره نحل آیه 51 الله میگه و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فایای فرهبون. الله میگه که و قال الله گفت که لا تتخذوا الهین اثنین، دو معبود را به خودتون نگیرید. یعنی هم الله را عبادت کنید و هم غیر الله را، هم الله را، هم قبر را، هم الله را، هم اولیا و انبیا را، هم الله را، هم مزار و مقبره را، هم الله را، هم درخت را. الله میگه که این چنین نکنید. لا تتخذوا الهین اثنین، شما دو اله را نگیرید، یعنی دو ذات را عبادت نکنید. هم الله را عبادت، هم غیر الله را عبادت نکنید. عبادت غیر الله چیست؟ یعنی فقط نماز خواندن و روزه داشتن و ذبح کردن البته معروف است. هر کسی که سجده را، رکوع را، طواف را در گرد قبر میکند، هر کسی که دعا میکند، از قبر طلب میکند، هر کسی که بین خود و بین الله مرده ها را، اولیا را، قبر را، انبیا را واسطه قرار میدهد، وسیله قرار میدهد که شفاعت ما را در نزد الله کنید، در نزد الله در حق ما طلب دعا کنید، این همه شرک اکبر است. سبحان الله. و این چنین غیر از این ذبح کردن در نزد مزارها و قبرها، نذر کردن به خاطر مزارها، قشقر کشتن در بالای مزارها، این همه شرک اکبر است. این هم عبادت است. دوست داشتن یک کسی، یک چیزی، خواه دنیا، خواه پدر مادر، خواه زن و فرزند، خواه پول و مال، خواه قبر، خواه اولیا یا کسی زیادتر از الله، این شرک اکبر است. توکل کردن یعنی تعلق کردن خود به غیر الله، به قبر است، با اولیا است، به کسی نباشد، این شرک اکبر است. ترسیدن از غیر الله، چگونه که از الله می ترسید یا زیاده از این شرک اکبر است. و این چنین اطاعت کردن غیر الله، الله قانون دارد، کنستیتوسیون دارد که باید اطاعت بکنید. الله حلال و حرام دارد، به همه گفتهش باید اطاعت کنید. این توحید است. اما یک کسی بیاید به غیر الله اطاعت کند. غیر الله کی است؟ پدر است، مادر است، رئیس است، پادشاه است، پرزیدنت است، کسی نباشد به او اطاعت کند، به همه گفته های او اطاعت کند، حرام کرده او را حرام، حلال کرده او را حلال داند، به همه گفته هایش عمل بکند و به فرمان او ضد دین و دنیا برود، ضد الله و رسولش برود، به همه گفته هایش اطاعت کند. پس بدانید که طاغوت پرست شده است، مشرک شده است و علت شرکش این اطاعت است، طاعت به غیر الله. پس شرک و طاعه وجود دارد. شرک و طاعه یعنی اطاعت کردن و این طاغوت است. چقدر که ابن القیم الجوزی رحمه الله در تعریف طاغوت میگن که الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع او اطاعت. یعنی طاغوت همون چیزی هست که انسان یک چیز رو از حدش گذراند، از حد گذراند. وقتی که از حد گذرانید، همون اطاعت رو هم وقتی که از حد گذرانید، به یک انسان چنان اطاعت کرد که از حد گذشت، حلال او را حلال کرد، حرام او را حرام کرد، همه گفته های اون را به جا آورد، امر کرد که سطر رو کشید، سطر همه رو کشوند، ریش تراشید، ریش همه رو تراشوند، امر کرد که نماز نخوانید، تمام است، همه گفته های او را راضی شد، تصدیق کرد، باور کرد، طرفدار شد. این مشرک است، این کافر است، این مرتد است، این شرک اکبر است، عذر ندارد. شرک طاعت است. الله سبحانه و تعالی میگه به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که و این اطعتموهم انهم لمشركون. یعنی اگر معنایت همین است که اگر به مشرکین اطاعت بکنی، از جمله مشرکین، از جمله همونها میشید. حتما اگر شما به همین مشرکا اطاعت بکنید، از جمله همین مشرکا میشوید.
و این اطعتموهم اگر شما اطاعت کردید کی را؟ مشرکین را، کفار را، مرتدین را. اینکم البته شما هم لمشرکون، حتما مشرک میشوید. یعنی اطاعتی که از حد گذرد، اطاعتی که مخالف اطاعت الله و رسول باشد. از همین جهت الله یهود و نصارا را مشرک گفت، برای اینکه اونها به علمایشان چنان پیروی کردند که علما وقتی که حرام الله را حلال گفتند، حلال الله کرده را حرام گفتند، بر ضد دین الله سخن کردند، دین الله را تحریف کردند. علما یهود نصارا، مردم همین فهمیدند، با پیرو شدند، مردم هم مشرک شدند، علما هم کافر شد. پس ما به هیچ کسی پیرو نمیشویم مگرم همان وقت که موافق قرآن و سنت باشد. بعضی میگن که به علما همیشه باید پیرو شد. این غلط است، این خطا است. وقتی که علما موافق قرآن و سنت سخن کردند ما پیرو میشیم، وقتی که مخالف قرآن و سنت کردند ما البته اونها را انکار میکنیم، قبول نمیکنیم. به درجه خطاگیشون دیده یا به درجه همون مخالفتشون دیده به اونها معامله میکنیم. اما در هیچ جای قرآن و سنت نآمده است که یک انسانی که مخالف قرآن و سنت سخن کند، عمل کند، اعتقاد داشته باشد، ما او را عالم گوییم و پیروی کنیم و همیشه باید اون را مدح و ثنا بگوییم و خطاگی او را نگوییم. این غلط است و این منهجی البته غلات جهمی و مرجئه است. عالم پرستو بگیم، عالم پرستو آدم پرستو است. الله سبحانه و تعالی اینو من کرده است. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یعنی علمای خود، پیشواهای خود را ارباب، رب گرفتند، به خودشون اله گرفتند بجز الله. اطاعت شرکشون چی بود؟ شرک اطاعت. این حدیث دلالت به شرک اطاعت میکنه. چه که این آیت ببخشید، این آیت دلالت به شرک اطاعت میکنه، چه که به این حدیثی صحیح هم که امام مسلم روایت کرده اند آمده است. پس بارک الله فیکم، ما باید بدونیم که اطاعت هم این عبادت است. حکم کردن به حکم الله عبادت است، به حکم غیر الله عبادت کرد مشرک شد. پس همه قانون از آن الله است. کسی که قانون برآورد مشرک شد، خودش را برابری الله کرد، قانون برابر کرد، فکر کرد که او میتواند که قانون برآورد، یک خصوصیت الله را به خودش داد. به اطاعت کردن با مثال اگر بیاریم، مراجعت کردن به محکمه های کفری، شرع، وضعی، دموکراتی، این سودهایی که امروز هست، به همون حاضر شدن، به همون راضی شدن، به حکم های همونها اطاعت کرده، مسئله ها رو حل و فصل کردن، اختلاف ها رو به همون حکمی این دولت های کفری حل و فصل کردن، این اطاعت شرکی و این شرک است، این کفر است. الله سبحانه و تعالی خودش بیان میکرد. الله میگه که فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. یعنی مؤمن نمیشوند تا همون زمانی که تو با اونها حاکم باشی. یعنی کسانی که مؤمنند همونهایی که به حکم قرآن و سنت حکم میکنند، حکم رسول الله را در بالاشون حکم میکنند. اما کسانی که حکم شریعت را به بالاشون حکم نمیکنند و به حکم غیر شریعت میروند، اینها مؤمن نیستند. این معنای همین آیت است، معنای مفهوم المخالفه، معنای مطابق و معنای مفهوم المخالفه همین است. و این که الله سبحانه و تعالی میگه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. و دیدی اون کسانی را که دعوا میکنند که ما مسلمانیم، اما باز میخواهند که به حکم طاغوت، به محاکمه طاغوت مراجعت کنند، تحکم به طاغوت کنند، که البته این را الله میگه این کفر است. میگه در حالتی که الله میگه امر کرده بودیم که کفر ورزید به این. بارک الله فیکم. با همین این حلقه توحید را به پایان میرسانیم و البته یک چند آیت های باز باقی مونده است که در اون آیت ها کلمه اله آمده است و در این کلمه اله در دیگر آیت ها هم به معنای معبود آمده است و به من شما توحید را بیان میکند و در حلقه آینده حتما این آیت ها را هم به شما بیان میکنیم تا که کلمه اله 100% فهمیده و معنای توحید الوهیت فهمیده شود. حیاکم الله و بیاکم. از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم که ما را از جمله موحدین و از جمله تحقیق کنندگان توحید بگرداند و ما را در این راه ثابت قدم بکند و بهترین عملهای ما را آخر عمل و بهترین عمر ما را آخر عمر ما و بهترین روز ما را این روزی که جمال خودش را میبینیم گرداند. آمین یا رب العالمین.